حاضری. کیوتیان. اوکی. کیوتی منش. کیوت اصل. کیوت اصل با کیوت اصل کلاس 1-2 نسبتی داری؟ نسبتی نداری؟ اوکی بشین. کیوت جفر. بشین. کیوتیگر. کیوتیگر. قایبه. عجیبه این وقت سال قایب. خب کیوتنیا. اوکی. کیوچه اوکی حاضری. کیوچه پور. کدومتونه؟ چی میخوری کیوچه پور؟ مگه زنگ تفریح نداشتی؟ بشین. نبینم دهنت بجنبه. کیوچه دوست. بشین. بسیار خوب. من معلم جدیدتون هستم و الان اسمم رو تخته می نویسم. سی هستم. خب بسیار عالی. به من گفتن که معلم قبلیتون از دستتون آسی شده و رفته و فرار کرده از این مدرسه. نمیدونم چقدر حقیقت داره یا نه، مشخص میشه بالاخره. خب کدوم درسید؟ تازه صفحه 20. بچه های من صفحه 50 هم رد کردن. خیلی عقبید. باز کنید کتاباتونو. کتابتو باز کن. صفحه کیوچه فر. درسته کیوچه فر. صفحه 21 رو باز کن. سوال کویز رو بخون و جواب بده. ببینم اطلاعاتتون در جهته. یک کتاب به من بدید، من کتاب ندارم. مرسی. تو کی بودی؟ کیوچه پور. بشین. ممنون. خب کیوچه پور از بغل دستید ببینم. خب کیوچه فر گفتم بخون سوالو. خب سوال نوشته که چرا آب هنگام جوشیدن قلقل میکنم؟ جواب بده. جواب بده دیگه. یعنی چی بلد نیستی و تا الان داشتین چی کار میکردین؟ نصف سال تحصیلی گذشته، معلمتونم که نیست. منم که افتخار دادم اومدم اینجا بدون درس بدم. نمیدونی؟ چجوری درس خوندی که نمیدونی؟ کلاس شما بدترین کلاسیه که تو تمام دورانه‌های تحصیلم و تدریسم داشتم. واقعا که جوابش میشه چون میکروب ها میسوزن و فریاد میکشن. یعنی اینم بلد نبودید؟ واقعا که. خب نفر بعدی کیوچه یار. سوال دوم بخون ببینم. بله منظورش 1W. سوال پرسیده که آدرس اینترنت چرا یه دونه W نداره به جای اینکه 3 W داشته باشه یه دونه نداره؟ جواب نمیدونی؟ چه کلاس افتضاحی هستید. کی میدونه؟ خیلی خوب خودم میگم زحمت نکشید. جوابش اینه که کار از محکم‌کاری عیب نمیکنه، به خاطر همین 3 W داره. اینقدر سخت بود؟ اینقدر سخت بود؟ دارم از شما میپرسم. نه نبود. متاسفانه کلاس افتضاحی هستید. واقعا خانم معلم قبلیتون حق داشته دستتون فرار کنه. خیلی خوب سوال بعدی رو
خوندید ربطی به معلم قبلیتون نداره. نصف نهار همون شامه که در واقع نصف نهاره، برای شام مونده. اینم نمیدونستی؟ خجالت بکش واقعا. بگی بشین بگی بشین. همه تو منفی. خودکار من کو. به همه تون یکی دونه منفی میدم، مثل که بلد نیستید. به کیو دیگرم منفی میدم، بخاطر اینکه نیومده 2 منفی میگیره. بچه ها این منفی ها توی نمره پایان ترمتون تأثیر مثبت، تأثیر قاطع داره. متوجه چی میگم؟ حالا دیگه من گفتم بود. اجازه برای چی میخوای؟ دستشویی به زنگ تفریح برای چی گذاشتن؟ بگی بشین. بگی بشین. خیلی خوب، بسیار خوب. یه سوال امتیازی ازتون میپرسم ببینم که در چه حدی هستید. اسم بازی که دیابت داشت چه بود؟ سوال امتحانی ها بچه ها، اینو پایان ترم امتحان میگیرم. نمیدونید هیچ کدوم؟ جوابشو پای تخته می نویسم، روی دفتر خودتون بنویسید و 10 بار جوابشو بنویسید تا یادتون بمونه. جوابش باز خندی. اوکی، روی تخته بنویسید. کیوچه پور، برو گچ بیار، از دفتر بیار، کشوی دومی سمت چپ. یه آبم واسه من بیار، سرد باشه. مرسی، برو. بسیار خوب. سوال بعدی که توی امتحان میارم حتما، خیلی مهمه. این خیلی خیلی مهمه، توی کنکورتونم میاد حتی. برای اینکه یادداشت کنید. تو چرا نمی نویسی؟ بیا برو بابا، بیا برو، کشتی خودتو. من نمیدونم این زنگ دفتری واسه چی گذاشتن. بغل دستیش بنویس واسش، جانمونه. چی داشتم میگفتم؟ اوکی. برای اینکه جریان برق رو قطع کنیم چی کار باید بکنیم؟ جواب کسی میدونه؟ هیچکی؟ علق که خیلی خنگید. جوابش اینه که قبض برق رو پرداخت نمی کنیم، قطع میشه. انقدر راحت، من نمیدونم چجوری جواب نمیدید. والا زمان ما هممون نخبه بودیم، هممون چیزی شدیم واسه خودمون. من نمیدونم شما چرا انقدر خنگید. نسل جدید. کیوچه داده خیلی شلوغ میکنی ها، حواسم بهت است. پش داری حرف میزنی. چی داری میگی؟ تو روی من وای میستی؟ فردا با اولیات تشریف بیاری. همین که گفتم، فردا با اولیات. فردا جمعه است. خب شنبه بیا با اولیات. همین که گفتم. بسیار خوب. اینم سوال امتحان نهاییه، بنویسید. خیلی خوب. تخته بکن شستی. مرسی. بدش تخته بکن. ننوشته بودی چی
چیکار کنم؟ میخواستی سریع بنویسی؟ یه ساعت بهتون فرصت دادم که بنویسید دیگه. ننوشته بودم خانم. از بغل دستید ببین چقدر کلاس تنبلی هستید. واقعا من نمیدونم. واقعا معلم قبلیتون حق داشته دستتون فرار کنه. خیلی تنبلید.